همه چی اوکیه؟ بریم. چند وقتیه من روی لپتاپم محدودیت مموری میبینم. میزان رمی که لپتاپم داره 16 گیگه، قدیمی نیست، 1.5 سال تقریبا دارم و مشکل مموری خوردم به خاطر اینکه ویندوز 11 که داریم خیلی مصرف مموری، مصرف رمش خیلی بالا رفته. میخوایم با هم دیگه اینو باز کنیم، رمش رو ارتقا بدیم. چیزایی هم که نیاز داریم اینجا هست، توضیح میدم که هر کدوم برای چه کاری میخوایم. من کارم تعمیرات لپتاپ نیست، برای کسی این کار انجام نمیدم، ولی لپتاپ‌های خودم رو همیشه خودم باز کردم. این لپتاپ زیریه N55SL که از سال 91 داشتم. این لپتاپ بذارید مقدار جابجا کنم. خب این لپتاپ سال 95 خراب شد و من نمیتونستم بدم دست تعمیرکار. خیلی جا گفتن 3 روز 4 روز باید باشه. قضیه این بود که خمیر سیلیکونش دیگه خراب شده بود، گرما میرفت بالا هنگ میکرد. حدس بر این بود که یا حالا قطعه خرابه یا خمیر سیلیکون. من خمیر سیلیکون رو خریدم، بازش کردم و خودم خمیرش رو عوض کردم. تا زمانی که اینو داشتم رم این لپتاپ 8 بود رو ویندوز 10. هیچ مشکل مموری نداشتم، اصلا مشکل مموری نداشتم. با همین برنامه نویسی رو شروع کردیم، یاد گرفتیم، جلو رفتیم. ولی یه نکته اتفاق افتاد. به دلیل اینکه من رو ویندوز 10 اینو داشتم، ویندوز 10، ویندوز 11، ویندوز 10، رو ویندوز 10 مصرف مموری خیلی کمتر و بهینه تر بود، ولی روی 11 این اتفاق نمیافته. اخیراً خیلی اوضاع خرابه دیگه. با دید ویندوز 10 رفتیم اینو خریدیم، گفتیم 16 بسه. الان دیدیم کمه، میخوایم با هم ارتقا بدیم. 2 تا کروشال گرفتم 32 گیگ، میشه 64. میدونم زیاده شاید به کارم نیاد، ولی میخواستم 32 بندازم کلا، 2 تا 16 بگیرم، چون روی این الان 2 تا 8 هست، نمیتونم با یه دونه 16 ارتقا بدم دیگه. کاریه که شد، مجبوریم ارتقا بدیم. گفتم شاید 32 گیگ هم بعدن کم باشه به هر علت دیگه، بگیریم بره دیگه. گرفتیم و میخوایم این کار رو انجام بدیم. یه نکته بگم، شاید فکر کنید که برای برنامه نویسی نیاز ما حتما رمش 64 داشته باشیم، یه 16 کم. اصلا این شکلی نیست. خود ویندوز همین الان که من دارم صحبت میکنم به صورت پیشفرض ویندوز 11 داره حدود 5 گیگ مموری رو اشغال میکنه که بسته به برنامه هایی که نصب دارید اون استارتاپ میان بالا، اون برنامه‌ای که تو استارتاپتون میان بالا، این مقدار تغییر میکنه. خب پس فکر نکنید قراره 16 کم باشه، حتی با 8 هم شما میتونید کار کنید هنوز با ویندوز 11. ولی خب به هر حال وقتی بحث رندر میاد وسط، ویدیو میخوای ادیت کنی، ویدیو 2 ساعته 4K باشه یا زمانش کم و زیاد باشه، حجم ویدیو بالا باشه، مموری به محدودیت میخوری و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. بس نگران این نباشید که اگر برنامه نویسم حتما باید سیستم خفن داشته باشم. اصلا این شکلی نیست. میگم من با این شروع کردم، با همینم تا 1.5 سال پیش بودم، با همین خیلی دوره ها رو ریکورد کردم، خیلی پروژه ها رو زدم. واقعا نیاز نیست. واقعا میگم با همین لپتاپم اگر این نبود با همین میتونستم هنوز کار کنم. ولی خب باید اون سختیاشو میپذیرفتم، اون کندیاشو میپذیرفتم و ادامه میدم. از یه جایی به بعد چون به درآمد استیبلی رسیده بودم و دیگه اینم جوابمو نمیداد، خیلی رضایت بخش نبود برام، دنبال یه سیستم سریعتری بودم، رفتم سراغ این. وگرنه اصلا نه دنبال بازی بودم نه چیز خاصی که برم سراغ یه سیستم گیمینگ، هیچ از این خبرها نبود. داشت جواب ما رو میداد و البته یه مشکلی پیدا کرده بود، اینکه دیگه جی پی یوش جواب کرده بود. یه جی پی یوی داشت انویدیا مدل، اینجا فکر کنم نه نیست، یه جی پی یوی داشت که این جی پی یو دیگه عمرش رو داد به این یکی و تصویر قطع و وصل میشد دیگه، نمیشد باش کار کرد دیگه. رفتیم سراغ این. حالا بریم سراغ این که میخوایم بازش کنیم خیلی سریع، زیاد زمان نمیبره واقعا فرآیند باز کردنش. اگر این حرفای اضافه رو بذاریم کنار خیلی سریع تر از اینها اتفاق میفته. کلا 10 دقیقه وقت میگیره. رو این لپتاپ 10 دقیقه وقت نمیگرفت. این لپتاپ این زیریه، حالا بذارید من اینا رو این شکلی کنم. اون زیریه مدلش این شکلی نبود که
این یکی هست. یعنی ما قبلا اینکه اتفاقی نیفته بذارم اینجا. خب ما قبلا وقتی می‌خواستیم این لپتاپ‌ها رو باز کنیم، کاری که باید انجام میدادیم چی بود؟ یه سری پیچ‌های زیر رو باز می‌کردیم. بعد از اینکه پیچ‌های زیرش رو باز کردیم، این قسمت آزاد می‌شد. خب اینجوری بگیرم، این قسمت بالایی آزاد می‌شد. پیچ زیر که باز می‌کردیم، قسمت بالایی آزاد می‌شد. اینو در می‌آوردیم. بعد کیبورد پیچ داشت، بعد باز می‌کردیم این قسمت، کیبورد در میومد. بعد این پنل بالاییشو در می‌آوردیم. 3-4 لایه باید میرفتیم جلو تا بتونیم به اون قسمت اصلی برسیم، جایی که میتونیم خمیر سیلیکون عوض کنیم، چیزای دیگر رو عوض کنیم. البته این مدل یه ویژگی داشت، هارد و مموریش راحت عوض میشد. از این قسمت اگر اینو باز میکردیم که شویی، هارد مموریش راحت عوض میشد. از این قسمت هم یادم نیست چی بود، اینجا می کارایی میشد کرد. فکر کنم مودم وای فایش این قسمت بود. به هر حال هر لپتاپی قلق خودشو داره. اما اتفاق خوبی که رو نسل‌های جدید افتاد اینه که خیلی تعمیر کردن، باز کردنش راحته. اگر یه مقدار ریسک پذیر باشیم خودمون میتونیم واقعا این کار رو انجام بدیم. رو اون لپتاپا کار سختی بود، انصافا سخت بود، ولی رو این قلقشو بگیرید راحت. خب بریم سراغ این که اینو بازش کنیم، مموریشو عوض کنیم و ببینیم چه شکلی. خیلی ساده است. در مورد اینکه بعضی بچه‌ها شاید سوال باشه ما خودمون باز کنیم یا نه، واقعا به ریسک پذیری خودتون، توانایی خودتون بستگی داره. من خب از بچگی دست به پیچ گوشتی بودم، همه چی رو باز می‌کردم، عادت داشتم، کلا این کارا علاقه داشتم، بلدم بودم و طبیعیه که بتونم اینو راحت باز کنم. یکی شاید توی هنر خیلی دستش خوب باشه، توی پیچ گوشتی آچار گرفتن خوب نباشه، فکر نمی‌کنم عاقلانه باشه. در هر صورت ریسکش با خودتونه. حالا میچرخونیم اینو، بریم سراغ این که باز کنیم. اول باید بچرخونیم، پیچ‌های زیرش رو باز کنیم، ولی قبل از همه اینها باید یه سری ابزار رو بیاریم. مورد اول پیچ گوشتیه. پیچ گوشتی‌های فکر کنم بهش میگن ساعتی یا همچین چیزی، از این پیچ گوشتی کوچیکا. یه چارسو میخوایم با سایز کوچیک و آره این اوکیه. یه آهنربا میخوایم، سایزش هم مهم نیست، یه آهنربا میخوایم و اون قطعه‌ای که اگه میخواد عوض بشه، اگر نمیخواد عوض شه که هیچ. اگه میخواد عوض شه باید بیاریم قطعه رو، اون هاردورش رو بیاریم، سخت افزارش رو بیاریم و یه کاسه که پیچا رو توش بذاریم گم نشه. الان شما اینجا رو نگاه کنید. من دفعه اولی که این لپتاپو خریدم، روز اولی که لپتاپو خریدم، روی این نسل لپتاپ، این نسل اول DDR5 بود و همزمان با این NVMe PCIe 4 اومده بود. تقریبا اتفاق همزمان بود و خورده بود به دوره‌ای که شرکت‌های سخت افزاری نتونستن خوب قطعه ارائه کنن. روی این DDR5 گذاشتن، ولی PCIe NVMe 3 نسل 3 تقریبا سرعتش نصف میشه. 1 ترابایت بود زمانی که اینو خریدم. همون روز اول که اینو خریدم همزمان یه NVMe نسل 4 PCIe 4 سفارش دادم که بندازم روش. 500 گیگ بوده. آره ویندوزم رو اونه و اون هارد دومم. خب این از این مسئله، نکته نیست. یه چیز دیگه هم باید داشته باشیم، دستمال. ممکنه یه موقع، خب الان مثلا اینجا یه پروژکتوری روشنه، یه مقدار گرم میکنه محیط، ممکنه دستم عرق کنه. خیلی مهمه که نذاریم دستمون عرق کنه. این عرق نکردنه خیلی مهمه. آره حواسمون باید باشه. خلاصه دستمال رو داشته باشید اگه نیاز شد. خب بریم اینو باز کنیم ببینیم چطوریه. من همون اول که اینو گرفتم هفته اول باز کردم و یه دونه پیچ گم شد. برای همین گفتم یه کاسه داشته باشید همیشه که پیچ ها رو باز کردید یکی یکی بذارید اینجا گم نشه. برای من یه دونه گم شد. یه پارچه هم زیر قرار بدید همیشه، چون زمانی که پیچو در میارید اگه از دستتون بیفته، اگه از دستتون بیفته، اگه سطحتون چوبی باشه پیچ میپره، ولی روی این نمیپره، میمونه و گم نمیشه. به همین سادگی. اینو تکنیکای ریزیه که اگر رعایت کنید بهتر. بیایم بازش کنیم. پیچا همه رو باید باز کنیم و ببینید چقدر روی نسل جدید باز کردن لپتاپ بسیار بسیار راحت.
بسیار راحته. و بیایم اینجا همه این پیچا رو به ترتیب باز میکنیم. فقط حواستون باشه دیگه زمانی که پیچا رو باز میکنید یه دابل چکی کنید که پیچی بسته نمونه، چون زمانی که شما پیچا باز کردین، بعد از اینکه پیچا رو باز کردین، وقتی میخواین قاب رو جدا کنین، اگر پیچی اینجا مونده باشه ممکنه باعث بشه این بشکنه قابمون. خب حالا میگین آهنربا رو میخوام چی کار؟ الان آهنربا رو هم بهتون میگم. ببین الان مثلا این پیچ در نمیاد، خب هرچی میچرخونم این در نمیاد. اگر این آهنربا رو داشته باشید شما فقط لازمه پیچ گوشتی که آهنربایی نیست رو بهش بزنید. حالا چون این قبلا زده بودم یه مقدار آهنربایی داشت هنوز. بعضی پیچ گوشتی ها مگنت ندارن، آهنربایی نیستن، بزنید به یه آهنربا براتون میتونه پیچ رو نگه داره. خب این اتفاق خوبیه دیگه، راحت تر باز میکنه. حالا این اگر یه دونه پیچش قبلا هم یه مقدار سخت باز میشد، یه مقدار باید این پیچش رو هدایت کنیم که باز بشه. خیلی خوب، این هم به همین صورت. اگر این حرفای اضافه من نباشه واقعا کار 5 تا 10 دقیقه است، در صورتی که روی لپتاپ‌های قدیمی کار 5-10 دقیقه نبود. ببینید آهنربا که داره راحت تره. خب فکر کنم فقط 2 تا پیچ مونده. خیلی خوب، اینو ما پیچاشو باز کردیم. یه دابل چک کنیم دیگه تمام پیچا باز شده باشه، پیچی نمونده باشه که برای ما شکستن قاب اتفاق نیفته. خب یه نکته یه موقع باز کردن باید توجه کنیم. همیشه یه جهتی باز کردن ما داره، یا از این جهت باز میشه، یا از این سمت، یا از این سمت، یا از این سمت. در بالای 90% مواقع یا از جلو باز میشه یا از پشت باز میشه. این پشتشه دیگه، اگزوزاش اینجاست. یا از اینجا باز میشه یا از این ور باز میشه. خب ما باید جهتش رو پیدا کنیم. برای این لپتاپ چون من قبلا باز کردم جهتش از این سمته و ما میتونیم از این سمت بازش کنیم. و برای اینکه از این سمت باز کنیم، حالا یا با دست یا اگر از این، من الان اینجا ندارم حقیقتش، ولی خب اگر داشتیم بد نبود میذاشیم رو لبه و فشار اسمش رو یادم نیست، از این چیزای پلاستیکی که کمک میکنه ما راحت تر باز کنیم. ببینید من از این گوشه گرفتم، از اینجا باز کردم و چون از پشت باز میشه این رو هم خیلی راحت، اصلا استرس نداره. مواظب باشیم اگر خیلی یواش بکشیم، اگه تحت فشاره خب نکشیم، فشار ندیم، آروم نرم بهش اجازه بدیم بیاد. این تیکه آخرش ببینید یه تا هیچ پینی نشکست، همین راحتی. این از لپتاپ ما، اینو میذارم اینجا، بهش فعلا نیاز نداریم. ببینید یه مقدار خاک داره، قصد داشتم اینو باز کنم سرویس کنم، ولی وقتی میخوام این خاک رو بردارم از روی فناش، این قسمت رو تمیز کنم، این کامل باید باز بشه و وقتی باز میشه بهتر خمیر سیلیکون عوض بشه. اصلا باید عوض بشه وقتی دیگه باز شد، چون این وقتی باز میشه سی پی یو و جی پی یویی که داره خمیر سیلیکون داره از روش برداشته میشه، حتما باید خمیر سیلیکون عوض شه. 2 بار مصرف نیست، 1 بار مصرفه. الان واقعا از حوصله من خارج بود همزمان بخوام این کارو کنم، خمیر سیلیکونم نداشتم. میذارم 3-4 ماه دیگه تقریبا خمیر سیلیکون میتونه اگر جنسش خوب باشه 2 سال کار کنه. خب حالا بیایم اینجا. من سعی میکنم در طول اینکه حالا مموری رو داریم عوض میکنم اگه نکته‌ای هست بهتون بگم، اگر دوست داشتید بیشتر آشنا بشید، واقعا نکته کمتر جا بمونه. این همون NVMe‌ایه که من در زمان خرید روش اضافه کردم. 980 پرو سامسونگ و اینجا اضافه کردم. این نسل 4شه، سرعتش هم 2 برابره. خب و لازم بود من اینو بتونم بازش کنم، از اینجا قرار بدم. ببینید چقدر راحت من به این سخت افزار دسترسی پیدا کردم. فقط قاب زیرو برداشتم، کاملا فضا از فضایی که اون لپتاپ‌های قدیمی دارن متفاوته، دردسرش خیلی کمه. خب بریم مموری عوض کنیم. برای تعویض مموری من اینو آروم بر میدارم
و البته این چون اینجا چسبیده من اینو باید بازش کنم. خب تو نیاز نیست، من چرا دارم اینو باز میکنم؟ از این ور باز نمیکنم، چرا؟ خب از این ور دو تا مموری داریم، دو تا مموری 8 داریم. من این دوتا رو بدم بالا به همین راحتی در میاد. فقط حواستون باشه رطوبت نداشته باشه دستتون. و من چون الان یکم عرق کردم، بذارید مقدار این فضا رو خشک کنیم. خب مموری اول در اومد. این مموری اولمونه، به صورت پیش‌فرض و لپتاپ بود، 8. میذارم کنار. دومی رو هم در میارم به همین راحتی. با اینا دیگه کاری نداریم. میایم این مموری هایی که خریدیم رو باز میکنیم، جایی میذاریم و میبندیم به همین سادگی. من هفته پیش پیام دادم به جایی، گفتم چقدر هزینهش، هم قیمت مموری رو بیشتر بهم گفت، هم فرمودن 1,500 هزینه دستمزدشه و من نپذیرفتم. خب خودم بلدم. بعد بهم گفته باید 4 روز لپتاپت بمونه. چرا باید یه همچین فرآیندی 4 روز بمونه؟ من درک نمیکنم. خب من این مموری رو باز میکنم. برای من گارانتی مادام العمر داره ظاهرا، از برند کروشال و 32 گیگه. یکی یکی جا میذاریم، 2 تا دارم دیگه، هر دو رو جا میندازم به این صورت. اینو جهتش اشتباه نباشه، جهتش این سمت. خب ببینید نمیره این. اگر براتون سوال اینه که جهتش رو چطوری بفهمیم، این دقت کنید، از این جهت اصلا نمیره. میبینید یه فاصله میفته، نمیتونه داخل بره. مجبوریم از این ور بذاریم و حواستون هم باشه دیگه، این پینایی که داره در DDR5 DDR4 نسل های مختلف متفاوته، همشون فاصله های یکسان نیست. خب باید حواسمون باشه مدل رممون چیه. این الان مثلا DDR5 و میبینید خیلی ساده رفت سر جاش، یه فشار چفت شد، تمام. بریم دومی رو هم بندازیم. خیلی ساده است واقعا. میگم اگر کمی دست به آچار باشید میتونید جا بندازید. خب به همین سادگی جا رفت، تمام. هیچ کار دیگه ای نداره. دفعه بعدم که بخوام سرویسش کنم، فنش رو تمیز کنم، یه خمیر سیلیکون میخرم، اینا رو باز میکنم، این قسمت رو کامل در میارم، این فن جدا میشه کامل، این جدا میشه ازش، این قسمتی که میچرخه رو کامل میشه در آورد و اصلا تمیزش کنی. میتونی با از این اسپری های خشک تمیزش کنیم و بذاریم سر جاش. فعلا خیلی کثیف نیست دیگه. ببینیم اینجا نکته‌ای هست بهتون بگم. اینجا این قسمت، حالا باز کردم بهتون نشون بدم شاید بد نباشه. این قسمت رو ببینید، این الان خوبیه این که این آهنربایی همینه پیچو بر میداره. خب من اینو باز کردم، ببینید بلند شد. من اینو در میارم، ببینید زیرش اون NVMe قبلیه که نسل 3 بود، گفتم این نسل 3 روش بود و این نسل 4 خودم اضافه کردم. این 1 ترا بود، من یه دونه 500 بهش اضافه کردم. خب اینو مجدد بذاریم این شکلی. یه فویل محافظی هم این سمت داره به صورت پیش‌فرض. این شکلی بره سر جاش. پیچا سایزهای مختلفی دارن، حواستون باشه اون زمانی که باز میکنید اون پیچی که مد نظرتونه رو قرار بدید. خب یعنی اون پیچی که باید از اول باز کردید رو قرار بدید. خب مودم وای فایش هم من سری قبل وای فای هم مشکل خورد، مثلا مطمئنشم سالمه یا نه. باز کردم دقیقاً زیر اینه، این بعد باز بشه، زیرش مودم وای فایه. حالا بگذریم، ربطی هم نداشت. اینا رو میذارم اینجا ازشون صیانت بشه. خب تمام، بریم ببندیم ببینیم چطوریه دیگه. کاری هم نداره بستنش مثل باز کردنش، حتی از باز کردنش هم راحت تره. ببینید از همون جهتی که باز کردیم باید ببندیم. یعنی چی؟ ما از این سمت اومدیم به این سمت، درسته؟ این پشتشه، ما اومدیم پشت رو کشیدیم بالا، این وری باز شد. حالا باید اول جلو رو بذاریم، از این سمت پینا رو جا بذاریم. مشخصه جا رفت یا نه.
این قسمت که جا رفت تیکه تیکه با یه فشار ملایم جا میذاریم. بعدم چک میکنیم آیا همش جا رفت یا نه. به همین سادگی. ببینید دور تا دورش چفت شده. خب حالا اگه جایی جا نرفت با یه فشار جا میندازیم. یک کم بد جا انداختم. یه بار دیگه بذارید ببینم. کم بد جا رفت. خب من مجبورم دوباره بازش کنم. این خوب جا نرفت. بذارید دوباره بازش کنیم. خب این جلوش خوب جا نرفت. عجله کردم و الان ببینم. خب چرا جا نمیره؟ اوکی. خب این از این و الان لازمه فقط من پیچاشو ببندم. به همین سادگی. بیایم پیچاشو ببندیم. اینجا دو تا پیچ بزرگ میخوره. ببینید پیچ همه اندازه هم نیستن. اینجا دو تا پیچ بزرگ داره. ببینیم دو تا پیچ بزرگتر داره. امیدوارم اشتباه نکنم. خب بذارید اول اینا رو ببندیم. پیچ هایی که داریم و یکی ببینم. در مورد اینکه پیچ بزرگه اینجا میخورد یا اینجا شک دارم. میذارم آخر تستش میکنم. چون اون پیچ بزرگه فقط برای یه جا میخوره. خب اینا رو هم ببندیم. پیچش فقط از نظر قدی بلندتره. چون یه جای شاسی و قالب از هم این قابی که داره از هم فاصله میگیرن. اون دیگه بزرگتره دیگه. بزرگ کوچیک داره. ببینیم این میخوره اینجا و این یکی هم خورد. ببینیم اینجا الان ما آیا این پیچ کوچیکه اینجا ببینیم میخوره یا نمیخوره. خب خورد. پس این فکر کنم همون مال بالا باشه. معمولا اون بالا دو تا پیچ بلندتر میخوره. بگیریم اینو بازش کنیم ببینیم چی جوریه. مال کجاست این. ببینیم اینجا میخوره. نه همینجاست. پیچ بلنده مال همینجاست. خب درست بود. خب و این یکی به همین سادگی اینا همه بسته شد. خب اینجا یه پیچ از اول نبود دیگه. این پیچ رو میگیرم اینجا. خب ببینیم همه چی اوکیه. جایی مشکلی نباشه. همه چی اوکیه. عالی. حالا میتونم لپتاپ رو روشن کنم و ببینم رم 64 شناخته یا نشناخته. منتظر میمونیم بیاد بالا. خیلی خوب. تمام. کلش همینه. هیچ نکته دیگه ای نداره و به همین سادگی رممون از 16 به 64 رسید. بازم تاکید میکنم نیاز نیست شما الزاماً رم 64 داشته باشید. منم دیگه دیدم توی ادیت ویدیوها و مسائل این شکلی دارم به مشکل میخورم. توی سری کارها مولتی تاسکینگم کلا به مشکل خورده بود و مجبور شدم دیگه این هزینه رو کنم. خب این اومد بالا. یه چک میکنم. اینجا شیفت کنترل اسکیپ رو که بزنیم تاسک منیجر میاد و میام اینجا تو پرفورمنس. خب مموری زده 63 ممیز
6. به همین سادگی یه درصد کوچولویی واسه سیستم رزرو میکنه که اینجام نوشته هاردور رزرو 379 مگابایت. تمام. و همین. عالی. خیلی مخلصم.